آیا تراژدی دراماتیک که دچار غم و اندوهیم یا نه به شادی و خوبی این داستان پیش میره. همچنان که در پیشگفتار داستان رستم و اسفندیار هم همینطوره و در داستان بیژن و منیژه هم همینطوره. برای همینه در اینجا هم یک پیشگفتاری گفته شده پیش از اینکه آغاز بشه داستان. همه نشستن، بزرگان هستن، کیکاووس، مجلس، انجمن، پهلوانان، شادخواری که فرهنگ ایران زمین بوده. چرا؟ چون زمین را جشنگاه می‌دانستن و شادی آفریده شده و انسان آفریده شده برای شادی کردن. از اینجا برای شما میخونم و اندکی توضیح میدیم. یکی روز با رامش و میگسار، نشسته دلیران بر شهریار. شه و پهلوان سر به سر انجمن، فریبرز و توس و گو پیلتن. فرامرز و گودرز و بهرام و گیو، چو گستهم و گرگین و روحام نیو. که ناگه در آمد یکی نامدار، که او بار خواهد بر شهریار. بزرگان ایران زمین همه جمعند. فریبرز پسر کاووس، فریبرز برادر سیاوشه که شوربختانه به اون ناجوان مردانگی کشته شده در توران زمین. و از سوی دیگر فریبرز عموی کیخسرو هم هست. و پس از اینکه گیو با پهلوانی فرنگیس و کیخسرو رو به ایران میاره و کیخسرو پادشاه میشه پس از کاووس، فریبرز، البته این در افزوده های به شاهنامه است یا ملحقات شاهنامه است که کتاب بسیار بسیار ارزشمند استاد بهمن حمیدی به نام فرهنگ زنان شاهنامه، در اونجا در برگ 265 از فرنگیس نام برده شده. این داستان هم اومده و ایشون هم تاکید بر این کردن که افزوده ها، ولی افزوده بسیار زیبایی است. فریبرز وقتی که کیخسرو به پادشاهی میرسه که پسر برادرش بوده کیخسرو، فرنگیس را از طریق رستم خواستاری میکنه. میگه با امید بسیار فرهیخته است و رستم هم با دل و جان میپذیره، ولی میگه نخست باید بریم پیش کیخسرو. کیخسرو هم میگه که این کاری نیست، ما باید از مادر پرسش بکنیم. از فرنگیس سپس پیش فرنگیس میرن. اندکی شرمنده بوده، رستم خواهش میکنه و کیخسرو به مادر میگه که کار بسیار نیکیست و مادر هم میگه اگه شما، هرچند دل من خون هستش هنوز از مرگ سیاوش، اما روی رستم را نمیتونم زمین بگذارم. و در فرهنگ ایرانی دوستان بدونید فقط رستم اهل جنگ و بزم و این داستان ها نبوده، بلکه پادرمیونی میکرده برای چیزهای زیبا، برای پیوند، برای خجستگی. چند بیت از همون بیت هایی که گفته شده افسوده است براتون میخونم. فریبرز میره پیش رستم، میگه یکی آرزو دارم اندر نهان، نیارم به کس گفتن اندر جهان. یعنی فقط تو رازدار من تویی رستم. مگر با توی پهلوان زمین، صداوار مهر و کلاه و نگین. زنی که سیاوش بمانده است باز، مرا زیبد ای گرد گردن فراز. یعنی میگه بیوه برادر من شایسته‌ای که با من پیوند داشته باشه و بهتره تو این را بری به شاه که کیخسرو باشه در میان بذاری. رستم میگه من میرم پیشش ببینم کیخسرو چی میگه. پیش کیخسرو میره و این مسئله رو با او در میان میگذاره. کیخسرو میگه که من مخالفتی ندارم، باید مادرمون باید بپذیره. پس در نتیجه رستم و کیخسرو به پیش فرنگیس میره. فرنگیس آه سردی از دل بر میاره و یاد دوران گذشته و زندگیش با سیاوش میفته. اندکیش شرمسار میشه، اشک از چشمانش جاری میشه. ولی رستم میگه که به فرنگیس، میگه که وزان پس گو پیلتن پهلوان چنین گفت که ای بانوی بانوان. ز پاکی و گوهر ستوده تند، که گم بادن در جهان دشمند. اگر بشنوی پند و اندرز من، تو دانی که نشکی بد از شوی زن. فریبرز کاووس پیروز بخت، که در خورد تاج است و زیبای تخت. به گوهر سیاوخش را همسر است، برادرش
و زان تخم و زان گوهر است. یعنی یه همسر هم برابره با سیاوش. به هر روی باز هم اندکی ناراحتی میکنه، شرمگین بوده، ولی کیخسرو چون راضی بوده سپس ایشون هم میپذیره، میگه من روی رستم را نمیتونم زمین بذارم، موبد را فرا میخونم و به رسم و آیین زمانه فرنگیس و فریبرز با هم پیوند زناشویی میبندن. این از فریبرز بود. توس سپهسالار ایرانه، پسر نوذره که نوذر پسر منوچهر شاه بوده. گد پیلتن رستم دستان. فرامرز پسر رستم. گودرز کشوادگان پهلوان و سپهسالار ایران. بهرام و گیو هر دو پسر گودرز. چو گستهم و گرگین و روحام نیل. گستهم برادر گردآفرید و پسر کژدهمه در اینجا. گرگین میلاد پسر میلاد و روحام نیل دلیر مرد ایران زمین که پسر گودرز بوده. خب اون نامه میاد میگه آره ما همچین مشکلی شدیم، 5 دشمن داریم، فرستاده موشاد هندیست به درگاه کیکاووس که آره یک کناس دیو مردارخواری است که هر سال میاد دختران پادشاه میبره، یک اژدهایی است که سهمگینه، یک گرگ گویایی است به نام گرگ گویاست، این با ما مشکلاتی داره، و از طرف دیگر 30